تصنیف رفتم در میخانه در دستگاه نوا منسوب به اکبرخان شیدا. این تصنیف اگرچه به عنوان تصنیف قدیمی ازش نام برده میشه ولی در سبک و سیاق آثار اکبرخان شیدا هست و منسوب به او. شیدا در سال 1222 خورشیدی در شیراز متولد شد. همدوره بود با محمدشاه قاجار. در 1 سالگی قائله محمد باب در شیراز اتفاق افتاد. در 5 سالگی محمدشاه درگذشت و ناصرالدین شاه تاجگذاری کرد. در 9 سالگی امیرکبیر به قتل رسید. در 54 سالگی ناصرالدین شاه ترور شد و در 64 سالگی شورش مشروطیت اتفاق افتاد. در 65 که وفات او هست شورش مشروطیت به پیروزی میرسه و فرمان مشروطیت امضا میشه. یعنی در اصل در سال 1287 خورشیدی. شیدا تحت تاثیر جنبش ادبی بازگشت در دوره خودش قرار گرفته. این جنبش توسط نشاط پایه‌گذاری و بنیان گذاشته شد و حدود 100 سال در دوران قاجار عمر کرد. میشه گفت شیدا تصنیف ایرانی رو بعد از مدت‌ها بازآفرینی کرد و او کسی بود که در موسیقی ایرانی جایگاه خیلی ویژه‌ای داره، همراه با میرزا عبدالله که از این دو تن در یادآوری گذشته و در احیای موسیقی قدیم بسیار تأثیر بسزایی داشتند. شیدا در دوره یهودی هایی هست که موسیقیدان هستند و به دربار راه پیدا میکنن. اگرچه اون آدم خیلی خلوت گزیده‌ای و عارف مسلکی هست، اما در تأثیرات اونها یا تأثیرات شیدا بر اونها قابل پنهان کردن نیست. دو گروه در دوره محمد شاه در دربار سمت ریاست عملیه طلب خاصه رو داشتن، یکی مینا و یکی زهره، که اینها نزد یک ارمنی اصفهانی و یک یهودی شیرازی آموزش موسیقی دیده بودند و در اصل موسیقیدان ها با اینها همکاری میکردند و در دربار به هنرنمایی میپرداختند. او در انجمن اخوت هم عضو شد. حتی یکی دو تصنیف از او در این انجمن خونده میشد، از جمله تصنیف مولود نبی که روح خالقی از قول درویش خان میاره که همراه با شیدا یک عکس یادگاری در حیاط ایوان این مجموعه داشتن که البته فعلا دسترسی به این عکس پیدا نشده. اما او در همین محافل و مجالس عاشق یک رقاصه یهودی به نام مرضیه میشه که تصنیفی رو هم به همین نام براش میسازه که مطلع این تصنیف هست: زمه و شأن ملک ری، دل من از تو راضیه. این عشق در آخر به جنون میکشه و شیدا نهایتاً در سال 1287 خورشیدی از دنیا میره. این تصنیف در وزن 6/8 کوکمون 2 سول 2 هست در ستار. این قطعه در نوا قرار گرفته. شروع قطعه گوشه رهاب هست که از فا به سی حرکت میکنه. فا سی لا سی دو، که میدونیم اگر دانگ شوری به نام ر میکرون فا سول داشته باشیم و در کنارش سول لا کرون سی بمول دو، از نوت سوم دانگ اول به نوت سوم دانگ دوم، یعنی از فا به سی بمول وقتی حرکت کنیم
گوشه رهاب ایجاد میشه. این گوشه رهاب حکم 4 راهی برای حرکت از دستگاهی به دستگاه دیگر، از دستگاه و مجموعه هایی که دانگ شور به عنوان بچه اشتراکشون هست. در اینجا نقش اساسی بعد از رهاب به دستگاه نوا سپرده میشه، بنابراین میتونیم این تصنیف رو در دستگاه نوا بشناسیم. فا سی لا سی دو 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 سی دو ره. اینجا این پژواک از ره به می بمول میتونیم بدیم. پرده ها لا کرون، سی بمول و می بمول هست. تکرار میشه. فا سی لا سی دو 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 سی دو ره، سی دو 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 می ره، لا سی دو، سی دو 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 می ره، لا سی دو. این مجموعه 4 باری تکرار میشه. در پایین هم میتونیم اجراش کنیم. فا سی لا سی دو 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 سی دو ره، فا سی لا سی دو 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 سی دو ره، سی دو 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 می ره، لا سی دو، سی دو 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 می ره، لا سی دو. انگشت اول میاد روی دو، میگیم دو فا می ره ره دو، راست چپ دو فا می ره ره دو، دو فا می ره ره دو، دو فا می ره ره دو، سی دو دو می ره، لا سی دو، سی دو 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 می ره، لا سی دو. از اینجا میریم به گوشه نهفت نوا، میگیم بم سول 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 سول، اشاره به لا بمول، سول سول فا می ره دو، سول سول فا می ره دو، سی لا سی دو، سی لا سی دو. تکرار میشه. بعد از اون میگیم رد دو سی، رد دو سی، سی دو لا سی دو دو سا، ره می ره دو دو سی. گوشه جامع درم. ره می ره دو دو سی، دو ره دو سی، سی لا سی دو، سی دو سی لا لا سول، سی دو دو می ره، لا سی دو، سی دو 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 می ره، لا سی دو. این تصنیف رو با سرعت 60 اجرا میکنیم. رفتم در میخانه دبیرم، رفتم در میخانه دبیرم، خوردم دو سه میخانه، خوردم دو سه میخانه، من مست و تو دیوانه دبیرم، من مست و تو دیوانه دبیرم، ما را که منم آوانه، ما را که منم آوانه.